استاد جان، میخواستم بپرسم با قریبی توی دارم انشاءالله الرحمن درباره همین معرکه توی به خانه عروس رفتن هستن رسم و اینهایی که مثال موزیکا خیلی тавлак дабал сурнае ки ҳаст мемонану шаҳра дар як ҷо мемонану мисол дар гирдиш хеша ақрабош рақс мекунанд ҳамин хел корҳо ҷоиз ҳаст. خب در مسئله نکاح دایره زدن بین زنها با اجماع علما اجازت است بین زنها، اما مردها اختلافی هست. در مذهب امام ابو حنیفه میگم مکروه است. تنبور اجازت نیست و من یلعب بالتنبوری لا تقبل شهادته. در کتاب بحر الرائق شرح کنز الدقایق، کتاب معتمدی مذهب امام ابو حنیفه است، گفتن که کسی که تنبور میزند همین آدم شهادتش در نزد قاضی قبول نه. اگر پیش قاضی اومده بود که من دیدم که این فلانی دزدی کرد، من دیدم که فلانی به فلانی قرض داده بود و این نداده، ایستادت شهادتش قبول نه، یعنی که گناه هست. گفتگی گپ و فسره فی الهدایه بالمغنیه. در کتاب هدایه که یکی از معتمدترین کتاب‌های مذهبی حنفی است، یعنی که بالمغنی یعنی مقصد از آدمی که تنبور بازی میکند آدمی غنا خواننده، یعنی آدمی که موسیقی را میخواند. و خود مسئله بعضی انسان ها مسئله موسیقی را از مسئله معازف فرق کنانیده نمیتونند، هر دوشه یک خیل حکم میکند. موسیقی یعنی که آهنگ، با آهنگ خواندن یک سرودی که مضمونش درست است اجازت است، لیکن وقتی که آلات موسیقی استفاده شود همون آلات استفاده بردنش حرام است. و اینچنین اگر لفظهای عاشقی و لفظهای دروغ باشد، لفظهای فاحشگی باشد، دعوت به زنا باشد، ولی اونا حرام است. یعنی گیرید کتابای بگذار مذهبی حنفی باشد، البحر الرائق شرح و کنز دقایق، اینجا بسیار بعضی مسئله های تنبور و دوف شرح دادند. لیکن معروف از مذهب 4 امام ها این است که آلات ملاهی معازف همش حرام است، الا اشیاء مخصوصه، مگرم بعضی چیزایی که مخصوص خاص است که دوف فی العرس گفتند، مانند دایره زدن در عرس. یعنی به قول دیگر مذهب‌ها که مردها شنودن باقی ندارد، بله مسئله دایره سبکتر است، چون که دلیل ها آمدگی است. و طبل الغزات، اینچنین طبلی جنگاورها، یعنی در وقت جنگ طبل میزنند، ایناش گفتن اجازت است. ففی هذه الاشیاء خلاف و تفصیل بین المذاهب، تفصیل هست و خلاف است، یعنی اجماع نیست. و اما ما عداها فقط حکى الاجماع على تحریم جماعت من العلماء، جماعت از علما به حرام بودن استفاده آلات موسیقی، یعنی امروزه آلات موسیقی و امروزه موسیقی هایی که همش عبارت از فحشا هست، سخنهای فحش است، دعوت به زنا هست، عبارت از نقل زنا هست یا زیبایی های زن هست، مضمونشه ببینید مضمون بی مضمون است، اینا یعنی که حرام است. ولی در این مسئله امام ظاهری، ابن حزم و یک آدم دیگر در کتاب سماعش سبوکی کردند، نقل کردند که اجازت است، ولی موسیقی با استفاده آلات‌های موسیقی حرام است. در حدیث امام احمد و نسائی و بیهقی حاکم در مستدرک آمده است که فصل ما بین الحلال والحرام الصوت و ضرب الدف. پیامبر صلی الله علیه و سلم که فرق نکاح حلال از نکاح حرام این است که آواز، صوت، یعنی آواز برآوردن. ابو عبید کلمه صوت را چنین معنی داد کردن که معنی صوت اعلان النکاح، معنای صوت اعلان نکاح. نکاح باید پنهانی نباشد تا اینکه از زنا فرق کنه. زنا بینید پنهانی میشد، حتی فرزندم تولد شود اگر برده به دیگر کشور، به دیگر شهر، آهسته به دخترها پول داده، پاره داده، پنهانی تولد میکنند. اما
نکاح فرضاً از نکاح حلال باشه چی؟ او خرسندی، عقیقه، مردم خبر میکنن، فخر میکنن، نام میموند. این فرقی حلال و حرام است. صوت و ضرب الدف، این چونین زدن دایره گفتن. دف یعنی دایره، یعنی دایره زده شد تا اینکه دیه محله فهمد که در خانه فلانی توی است. یعنی ظاهری همین حدیث دلالت میکند که زدن دف اجازت است. این حدیث صحیح است اگرچه امام بخاری و مسلم روایت نکردند و امام ذهبی در کتاب تلخیص گفتند که صحیح، و اینچون امام ترمذی هم حسن گفته بودند.